هنگامی که نادرشاه افغانها را از ایران بیرون کرد، اولین کارش این بود که دستور داد همه آخوندهای کشور رو توی پایتخت جمع کنند. وقتی آخوندها اومدن از نمایندهشون پرسید کار شما 300,000 نفر توی مملکت چیه؟ گندهشون اومد جلو و گفت قربانت کردم اینها لشکر دعا دامان خداوند باری تعالی هستن. مثلا وقتی دلاور مردان شما میروند جنگ، اینها با دعای پیروزی سلامتی آنها را تضمین میکنن. نادرشاه فریاد زد احمق، وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر چه غلطی میکردید؟ اگه به جای دعا کردن جلوشون وایساده بودید 8 سال بدبختی نمیکشیدیم. بعدش نادرشاه دستور داد که به همه آخوندا گاواهم ببندن و اونا رو به زمینهای کشاورزی ببرن تا زمینا رو شخم بزنن. در ضمن نادرشاه گفته بود هر آخوند رو باید 2 بار اعدام کرد. اول به خاطر زندگی بی‌ثمر و بی‌خاصیتش و دوم به خاطر از بین بردن دسترنج و تلاش مردم. به افتخار نادرشاه این پست رو لایک کنید و